سلام، اینجا چنل پورتافیلتره و من شیان هستم. تو این قسمت اومدیم که راجع به یه سری دیتا که لزوما نباید میرفتیم دنبالش اما ما رفتیم دنبالش و خیلی های دیگه هم رفتن دنبالش و میدوننش و شما شاید ندونین یا شاید حتی حوصله‌اش رو نداشته باشین برین راجبش مطالعه بکنین، صحبت کنیم. چیه اون؟ دونه های قهوه. دونه های قهوه یه فراوانی خاصی دارن واسه خودشون و نژادهای مختلفی دارن، مثل عربیکا، روبوستا که همه میشناسنشون و عربیکا رو آرابیکا در از تلفظ میکنن، ولی ما توی تلفظ ایرانی که خودمون باش صحبت میکنیم بهش میگیم عربیکا، یعنی حداقل رایجش عربیکاه. و روبوستا رو یه چیزی تو مایه‌های روبوستا و اینا تلفظ میکنن. اما ما قهوه‌های دیگه‌ای هم داریم که خیلی به کارمون نیومده، یعنی واسه منی که شغلم اینه و هر روز برای مردم قهوه درست میکنم، رایج نبوده که مثلا دونه لیبریکا سرو کنم یا دونه های مشابه و اومدیم مثلا راجع به عربیکا و روبوستا صحبت کنیم. حالا اینا چی هن؟ ما آب بخورم؟ عربیکا یک مدل قهوه است، روبوستا یه مدل قهوه دیگه است. احتمالا ادیتور اینا رو میذاره تو دستم. دونه‌های عربیکا دونه‌های نازنازی تری هستن. دونه‌های عربیکا تو ارتفاع بالا کشت میشن. دونه‌های عربیکا سخت‌تر پرورش پیدا میکنن. یه درخت عربیکا کمتر میوه عربیکا تولید میکنه و توی یه شاخه هم حتی فراوانی کمتری دارن. اینجوری به قول ما گیلکا گلف در میاد. حالا در مقابلش دونه‌های روبوستا اینجوری هن که میزنی تو سرشون هم آفت نمیگیرن. اینا آسیب نمیبینن، عین برنج خزر میمونن، شاخشون قویه، نمیخوابن و یه مثال شالیکاری بود. و کلا بخوام راجبش بگم، یک دونه سگجونیه که حالا تا این تکاملی که داشته کافئین بیشتری تو خودش داشته باشه. بله، مزه تلختری داره دونه روبوستا. دونه روبوستا چگالی کمتری داره. دونه روبوستا حجم گاز بیشتری توش جمع میشه و کلا میخوام بگم دونه روبوستا یک دونه‌ایه که پیچیدگی طعمی کمتر داره، تلختر نسبت به عربیکا و کافئین بیشتری داره نسبت به عربیکا. حالا عربیکا پیچیدگی طعمی بیشتری داره، خوشمزه است، گوگولیه، نازه، کیوته و خیلی جذابه خوردنش. این بود تفاوت این دوتا و ارتفاع کشتشون اینجوریه که عربیکا از 900 1200 اینطورا کشت میشه تا فکر نکنم بیشتر از 2000 خورده‌ای بشه اصلا چیزی کاشت که حالا بخواد عربیکا کاشته بشه. بعد اصلا من چرا میگم فکر نکنم، من اومدم اینجا فکت بگم و همه اینا رو مطالعه کردم. حتی یک بخشی از این چیزایی رو که میگم از ویدیوی آقای سعید عبدالنسب دیدم. مثلا من باید برم مطالعه کنم که بیام بهتون بگم. فکر کنم چیه؟ من که نمیتونم فکر کنم، من که قهوه کار نیستم که فکر کنم، پس فکر نمی کنم مطمئنم. و روبوستا هم اینجوریه که از سطح دریا میتونه کشت بشه تا 800 900 متر. حالا اینا سگجون‌تر هم بیشتر میوه میدن، کشتشون راحت تره، قیمت جهانیشون پایین تره، اونا کمتر میوه میدن، نازنازی‌تر هم فلان هم بسار اینا. در ازاش این طعم معمولی تری داره، پیچیدگی طعمی کمتری داره، طعم تلخی بیشتری داره، کافئین بیشتری داره، اون پیچیدگی طعمی بیشتری داره، خوشمزه تره، مطلوب تره. خوشمزگی میتونه سلیقه‌ای باشه و نظر من باشه که عربیکا خوشمزه است، اما اینکه پیچیدگی طعمی بیشتری داره، الان این آقای ادیتور این چیز فلان بسار SCA رو میذاره اینجا، این نمودار پیچیدگی طعمی قهوه. و توی اون دونه‌های عربیکا این لایه وسطی رو فقط ندارن که مثلا اکثر قهوه‌های کامرشال اینجوریان که این لایه وسطی رو دارن، خیلی فشار بدن، زور بزنن، اینا یه لایه بزرگتر هم دارن. ولی دونه‌های عربیکایی که مخصوصا تک خواستگاه باشن، از یک مزرعه باشه، حالا اصلا نیازی نیست حتما اسپشیالیتی باشه، با اینکه الزاما پیچیدگی طعمی نمیتونه چیز خیلی فوق‌العاده‌ای باشه، ولی میتونن پیچیدگی‌های طعمی داشته باشن که تا این ریزترین شاخه ها بره و خیلی لذت بخش باشه خوردنش. حالا قهوه چی بخوریم؟
قهوه چی بخوریم خیلی سلیقه‌ایه، ولی از نظر من اگه عربیکای مناسب در دسترسه، اگه از لوکال روستری داریم قهوه تازه میخریم، اگه به موقع رست شده، اگه همه اینا خوبه، اگه اصلا بحث مالیش وسط نیست، خب عربیکا بخوریم، مشکلی نداره که. خیلی خوشمزه تره، خیلی جالب تره، خیلی جذاب تره، خیلی دوست داشتنی تره، این همه خوبی داره، کافئینش هم کمتره، اوکی بجاش بیشتر میخوریم. ولی این البته نظر شخصیمه. نظر اکثر مردم دنیا چیه؟ یعنی بیشترین درصد مصرف قهوه تو دنیا چیه؟ معمولا 70% قهوه دنیا عربیکای و 30% روبوستا. پس میتونیم تقریبا نتیجه بگیریم که بلند مورد علاقه کل دنیا شاید 70-30 باشه. و خیلی شرکت ها هستن که یه چی داشتم میگفتم راجع به قهوه، فهم میدونم بود. آره اکثر مردم دنیا قهوه‌ای که مصرف میکنن، حالا بستگی داره کدوم کشور فلان بسار اینا، ولی یه برایندی از کل دنیا بگیریم میرسیم به 70-30 عربیکا. حالا مثلا بازه 60-40 تا 80-20 که همه جا داره مصرف میشه، 100 عربیکا مصرف میشه، 100 روبوستا تو ایران ماشاءالله خیلی مصرف میشه و تصمیم گرفتن راجع به اون خیلی سلیقه‌ایه. ولی نظر شخصی ما اگه میخواین عربیکا بخورین، خوشمزه تره، بهتره، جالب تره، دوست داشتنی تره، فلان بسار، همه اینا. حالا تو یوزر خونگی تو خونه میخوای با عربیکا چیکار کنی؟ تو خونه با عربیکا یه عالمه کار خوب میشه کرد که با قهوه بلند سخت‌تر میشه. بلندی که عربیکا روبوستا باشه سخت‌تر میشه انجامش داد. او اینا رو نگفتم. این رست شدن و اینا اینا رو تو ویدیو قبلی گفتم. خب ببین، شما با یه سری هزینه نچندان زیاد میتونی از اینا و یه دونه حتما از اینا تهیه کنی و با اینا تو خونه واسه خود قهوه خوشگل و کیوت و ناز درست کنی و همه اینا رو ما بهتون یاد میدیم. و اگه بلاگری، اگه از این ویدیو گوگلیا میسازی، اگه از این ویدیوها میسازی که تو این یخه روش داره چکه چکه میریزه فلان اینا، بدون که این مدل قهوه‌های دمی قشنگی‌های زندگی هن. و یه بحثی بود، من حتما میرم و اون اطلاعات دقیقش رو در میارم، بین قهوه که یه نموداری واسش تشکیل داده بودن، کیفیت و طعم و فلان و اینا توی یک سل نمودار بود و اون یکی دایمنشن نمودار، دایمنشن بهش میگن، چی میگن این، یه بعد نمودار کیفیت قهوه و طعم و فلان و ایناش بود و اون یکیش لذتی که از درست کردن اون قهوه میبری. و فکر کنم 2018-19 اینطورا بود این نمودار رو دیده بودم. با کیفیت ترین قهوه بی لذت دنیا اون وقت نسپرسو کپسولی بود، یعنی شما هیچ لذتی از درست کردنش نمیبری اما یه کیفیت ثابت و خوب و اینا رو داره بهت میده. و اون وقت لذت بخش ترین قهوه‌ای که میتونستی درست کنی و از خوردنش لذت ببری سایفون بود. سایفون گوگلیه، سایفون قل 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 میرفت بالا، قل 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 میومد پایین، نور میداد، فلان میکرد، بسار میکرد، جالب بود. و اینا هم به نوبه خودشون خیلی جالبن، شاید وسط های اون نموداره باشن اما دوست داشتنی هن. پس تک تک اینا رو بهتون یاد میدیم که از درست کردن و خوردن قهوه عربیکا تو خونه لذت ببرید. اگه دوست داریم بلند دیگه ای هم استفاده کنین، هیچ کسی جلوتون رو نمیگیره، اما بدونین که لذت بخش تره. پس بریم واسه اپیزودهای بعدی و منتظر یاد گرفتن تک تک اینا باشیم. خب پس شبتون بخیر باشه.